چی میگن یه اسمس تبلیغاتی سر صبح 6 صبح؟ مگه اینو قرار نبود 8 شروع کنن؟ حالا از کجا فهمیدم من کچلم؟ یعنی صبح تا شب 30 تا اسمس تبلیغاتی لیزر موی زاهد میاد. فکر کردم ما خرس پشمالو هستیم. آخه آقایون کجا میرن لیزر؟ اخیراً هم که اسمس تبلیغاتی خیلی عجیب اومده، من 2 سال تموم معنیشو نفهمیدم. لوازم مخصوص آقایان رسید. مگه آقایون لوازم یدکی دارن؟ هر دفعه میگه محصولات جدید، محصولشون کجا بود آقایون؟ فکر کردی ایرانی‌ها اونور آب قصه‌شون فرق میکنه؟ مدلشون یکیه، هر جای دنیا باشن. تبلیغات ماهواره رو ببین، همه توی یه ژانره. آیا رنج میبرید؟ واسه چی باید رنج ببره؟ از چی رنج میبره؟ همه جای دنیا رنج میبرن. شدت و ضعف داره. آیا از کوتاهی قد خود رنج میبرید؟ نه، یارو کوتوله است خیلی خوشحاله. آیا از تاسی سر خود رنج میبرید؟ ما برای کوتاهیش و تاسیش کاری نمیتوانیم بکنیم، اما ژل ماتریکس مخصوص کلوف شدن بازوی شما معجزه قرن. آیا رنج میبرید؟ آره رنج میبرم. آقای رنج برای این کدشو بگو من اس ام اس رو غیر فعال کنم.